الرشید یه روز داشت برمیگشت از یک سفری، بهلول رو میشناسید، یک آدمی بود که در قالب دیوانگی و سادگی حرفش رو میزد. هارون داشت میومد با اسبش، با وزیر و وزراش از کنار قبرستان داشت عبور میکرد. بهلول بدو به سمت هارون، یا هارون یا ایها المفتون یا ایها المجنون، کلماتش رو ردیف کرد. ای هارون، ای مجنون، ای مفتون، ای دیوانه، وایستا باید کار دارم. هارون وایستاد گفت که چی میگی تو؟ من دیوانم یا تو؟ من حاکم، من آمر، من مالک، منو تو میگی دیوانه؟ و تویی که همه میگن بهلول دیوانه خود تو عاقل میدونی؟ گفت که چرا این حرفا میزنی؟ گفت به خاطر این که تو قصرت رو آباد کردی و قبرت رو ویران. عمرت قصرک و خربت قبرک، به زبان عربی قصرت خوب آباد کردی ولی قبرت رو ویران. من برعکسم، کنار قبر هستم، قصری ندارم و یک روزی بایستی از اون قصر به این قبر بیای و قطعا از آبادانی به ویرانی کسی نمیره. هیچ کس از آبادی رو ول نمیکنه به ویرانی بره. حتما آمدن تو اون روز خیلی سخت است. آیا این دیوانگی نیست که تو خانه موقت خود اینقدر آباد کردی، خانه دائمی رو ول کردی؟ گفت به خدا قسم راست میگی، والله انک لصادق، تو درست گفتی. گفت حاجتی داری بهت بدم؟ حالا که این حرف قشنگو بهم زدی، نصیحت کردی به من، حاجتی داری، نیازی؟ گفت بله، 3 تا حاجت دارم. گفت بفرما، من در خدمتم. گفت اول اینکه ان تزیدنی فی عمری، تو پادشاهی، اگر بتونی عمر منو اضافه کنی خیلی خوبه، یک چند روزی به عمر من، چند ماهی، چند سبایی رو اضافه کن. گفت والله لا استطیع، اینو که نمیتونم. گفت که پس دومی رو ان تحمیانی من ملک الموت، اسرائیل که اومد بگو فعلا دست نگهدار، این هنوز داماد نشده، اگر الان بمیره زیر عکسش می‌نویسن جوان ناکام، اگر الان منو بگیری می‌نویسن مرگ نابهنگام، بذار مرگ من بهنگام بشه. میتونی؟ گفت لا اقوا، نه نمیتونم، اینو نمیتونم، یه چیزی بخوام که بتونم. گفت ان تدخلنی الجنه، ازت میخوام که منو به بهشت ببری روز قیامت، نامم رو دست راستم بدی. گفت لا اقدر، گفت نمیتونم. جملهش جالب بود. گفت فعلم انک مملوک ولست بمالک ولا حاجت لی فی الممالک. گفت ای هارون بدان که تو خودت مملوکی، بیچاره، تو مالک نیستی و من به انسانهای مملوک نیازی ندارم. تو از خود من بدتری، تو عبدی، روی اسب مراد سواری، فکر میکنی که ربی، فکر میکنی مالکی. فعلم انک مملوک، بدان تو مملوکی، تو غلامی، تو عبدی، مالک نیستی. مالک رب الارباب است. عزیزان، هارون شروع کرد به گریه کردن. به خدا تو عاقلی، تو فهمیده ای که فهمیدی عبد کیه، معبود کیه، مالک کیه، مملوک کیه، رازق کیه، مرزوق کیه، خالق کیه، مخلوق کیه. اینا رو ما اشتباه گرفتیم. یک لحظه بر اسب مراد سوار میشیم، فکر میکنیم که ما مالکیم، فکر میکنیم که ما همه چیز رو داریم. نه، عبد و انه لما قام عبد الله، عبد خدا بشیم عزیزان.